مجددا من به همه عزیزان خوش آمد بهشون میگم، از همه جا و از همهشون تشکر میکنم که تشریف آوردن. من الان واقعا بازم هنوز 40 روز میگذره، آمادگی ندارم صحبت کنم و میدونم که خالی دوستای عزیزم اینجا دارم و همشون میتونه ازشون صحبت کنم. من وقتی میگم به دوستان عزیز که خاطری دارن صحبت کنم، من تا زنده‌ام با خاطرات هادی زنده‌ام. فقط میتونم بگم که تا آخر اون روز واقعا امید در درونش میجوشید، امید داشت، امید برای فردا، برای بچه هاش. این امیدش همیشه منو زنده نگه میداره و روحیه بهم میده. خیلی مرد بزرگی بود برای من و متاسفم که از دست دادم، ولی جاش خوبه. من وقتی میدم به دوستان عزیز که اینجا تشریف دارم. با عزت. متشکرم. خب همینجور که میبینین اگه فیلمی گرفته میشه، عکسی گرفته میشه، به خاطر